امروزه خیلی از ماها مشکل غذا داریم و ما نمیدونیم باید چجوری این مشکل را برطرف کنیم. سلام دوستان، اسپینکرافت هستم. اومدم با یه آموزش جدید از فارم غذا. دوستان ما باید اینجا رو 2 در 3 بکنیم و اینجا باید 2 تا چست قرار بدیم. پشت چست هم 2 تا هاپر. ما میشینیم که تا هاپر به چست وصل بشه و ما باید به اینجا دیوار کشی کنیم. تا پیش چست باید دور تا دور چست باید دیوار کشی بشه و 3 بلاک هم به سمت بالا حرکت میکنیم. و ما باید به داخل اینجا از اینا قرار بدیم و به داخل آن یک سطل لاوا. بعدش ما باید به اینجا شیشه قرار بدیم. تا آخر این دیوار باید شیشه قرار بدیم و باید به اینجا یه اهرم قرار بدیم. واسه اینکه ما لاوا نریزه پایین میایم به اینجا باید 2 تا ساین قرار بدیم. بعدش ما باید به اینجا دیوار کشی کنیم. 3 بلاک به سمت عقب میایم. و ارتفاع این دیوار باید 2 بلاک باشه. و بعدش ما باید به اینجا نرده بذاریم، جوری که باید 4 تا نرده در اینجا قرار بدیم. بخشت یادم رفت، باید به اینجا هم یک سطل آب بذاریم. و بعدش الان نوبت گاو هاست. باید به اینجا 4 تا گاو قرار بدیم. 1 بعدش ما باید به اینا غذا بدیم تا اینا بچه دار بشن. بعد که بچه ها رو به دنیا اومدن باید غذا بدیم تا گاو بزرگ بشن. و ما باید اینجا رو همه اینجا بکنیم. باید به گاوا غذا بدیم تا بزرگ بشن. گاوهای ما الان بزرگ شدن. اگر میخواین کار خودتون راحت تر کنید به اینجا پله بزنید.
که وقتی که خواستین گاو بیارید گندم رو دستتون میگیرید و از پله ها به بالا میبرید گاو رو و به اینجا قرار میدید. و بعد اینکه به گاوهاتون غذا و اون گاوهای کوچیکتون بزرگ شدن به اینها هم غذا میدین تا اینا هم بچه دار بشن. و بعد اینکه این بچه دار شدن ما اگه اینجا بچنیم بچه گاوها میفتن اینجا. پس ما اینجا باید سیم قرار بدیم تا آبم به پایین نره. دوستان اینجا رو باز کنیم و اگه دیدین که گاوا گیری میکنن و نمیان پایین به روی اینجا باید به بچه گاو تا بزرگ بشن تا ما از اینها گوشتشون به اینجا چندشون اینجا گوشت. دوستان مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. متشکر میشم اگه کانال منو سابسکرایب کنید